كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني، درس پنجم، پیوند کردن حرف ها با حرکت فتحه. ما در درس گذشته بعضی حرف ها رو گذشته بودیم. امروز درس نیز دوام درس گذشته می باشد. این حرف تا فتحه تا، لام فتحه لا، با فتحه با، طالب. اینش نظر، این در مفرد یعنی در تنهایی، اینجا در جمع. این حرف عین کتی غین غا، را فتحه را، جیم فتحه جا، راجع، عین فتحه راجع. در جمع این خیلی می شود. غالب. حرف فا و قاف، خا فتحه خا، لام فتحه لا، قاف فتحه قا، خلق. فعل. این حرف کاف در قرآن کریم 4 خیل نمود است. این در اول، در مابین، این در آخر، در تنهایی. کا فتحه کا، فا فتحه فا، کاف، را فتحه را، کفره. در جمع کفره. معک. این لام صاد فتحه صا، لام فتحه لا، حا فتحه ح، صالح. لام فتحه لا، میم فتحه ما، عین فتحه ع، لمع. میم در بعض وقت در قرآن شکل این خیلی می شود. در مبین یعنی در تکی حرفی لام نوشته می شود. اینجا حرف میم نیز 5 نمود دارد در قرآن کریم. این شکل ها رو باید شما نوشته کنید تا که در خاطراتون بماند. جمع، حمله. در جمع حمله. این حرف آخرین ح باشد. ها. این ح نیز در قرآن کریم با 5 نمود می آید. در اول، در مابین، این نیز در مابین است. در مابین، در این آخر. ها فتحه ها، لام فتحه لا، کاف فتحه کا، هلک، ظهر. این بود درس امروزه. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.